همراهان عزیز گروه آموزشی دکتر عبداللهی سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. از زمانی که فعالیتم رو در شبکه‌های مجازی شروع کردم یک سری پیام‌های متعددی از شما عزیزان دریافت کردم که سوال کرده بودید راه اندازی پرورش مرغ و گوشتی به صورت مشاغل خانگی به چه صورت هستش و چطور میتونید با تعداد محدود این کسب و کار رو شروع بکنید. اکثر عزیزانی که این سوال رو میپرسن علاقه بسیار شدیدی به پرورش مرغ و گوشتی دارن و در وهله بعدی این رو به عنوان یک کسب و کار برای سوددهی انتخاب میکنن. تصمیم گرفتم به صورت سریالی براش یک سری ویدیوهایی بسازم که شما در پیج ما با ویدیوهای سریالی آشنا هستید. از ابتدا با قسمت اول میخوام شروع بکنم که در این قسمت با بایدها و نبایدهای کسب و کار پرورش مرغ و گوشتی میخواستم شما را آشنا بکنم و تا قسمت‌های بعدی قصد دارم که در انتخاب سالن و همچنین موضوعات مربوط به بازاریابی و فروش حد اکثر کمک رو به شما داشته باشم. به نظر من با توجه به اینکه شما تم آموزشی ما رو در گروه آموزشی دکتر عبداللهی میدونید، آموزشایی که ما از ابتدا برای شما میذاریم خیلی میتونه به شما کمک بکنه که با سرمایه محدودی که وارد این صنعت میشید شکست کمتری رو بخورید، چون اگر کسی واقعا تو این مسیر شکست بخوره کسب و کارش دیگه تعطیل میشه و نمیتونه دوباره برگرده به چرخه تولید، چون با سرمایه اندک این کار رو آغاز میکنه. در نتیجه شمایی که این ویدیو رو میبینید و شروع اشتیاق زیادی برای شروع این کسب و کار دارید، باید بدونید که در ابتدا باید حتما آموزش درستی رو ببینید و با قدرت وارد بشید، چون اگر شکست بخورید متاسفانه به راحتی حذف میشید از این گردونه. عزیزان باید توجه داشته باشید که کسب و کارهای پرورش مرغ گوشتی به صورت مشاغل خانگی یا همون تعداد محدود از دید بهداشت، قرنطینه و شیوع بیماری‌های ویروسی نقش خیلی پررنگی رو ایفا میکنه. عده زیادی از کارشناسان و مرغداران عقیده دارند که وقتی تعداد این کسب و کارهای خانگی توی یک منطقه افزایش پیدا میکنه، شیوع بیماری‌های ویروسی هم به اندازه همون بزرگتر و خطرناکتر میشه، چون اکثر افرادی که کسب و کارهای خانگی رو توی یک منطقه شروع میکنن اصول بهداشتی رو نمیدونن، مدیریت صحیح پرورش مرغ و گوشتی رو نمیدونن و عموما نمیتونن از واکسن استفاده بکنن. به خاطر اینکه تعدادشون خیلی محدوده شانس درگیری به بیماری‌های ویروسی توی اونها بالا میره. وقتی یک کسب و کار خانگی بیماری ویروسی رو توی گله خودش میبینه و تو معدوم کردن تلفاتش دچار مشکل میشه، باید بدونید که زمینه ساز انتشار آلودگی در یک منطقه میشه. همینه که مقاومت‌های بسیار زیادی از طرف مرغداران یا کارشناسان این حیطه برای گسترش این کسب و کار وجود داره، چون یک کسب و کار بسیار خرد و کوچک میتونه یک واحد صنعتی رو تو یک منطقه نابود بکنه. خیلی جالبه بدونید شمایی که میخواد وارد این بحث کاری بشید، در روستاها که معمولا مرغداری‌های صنعتی قرار دارن، توی فصولی که جوجه‌های رنگی فروششون شایع میشه یا زمانی که تعداد جوجه‌های بومی به فروش میرسه برای روستاییان، مرغداران همیشه نگران این موضوع هستن که آلودگی انتشار پیدا میکنه در اون منطقه و واقعا نگرانیشون هم درسته. علتش اینه که دوستان وقتی طیور بومی یا جوجه های رنگی میاد توی یک منطقه توزیع میشه، وقتی از مسیر دور میان و توی حمل و نقل اینا دقت نمیشه و معمولا هم واکسن نخوردن، بلافاصله بعد از اینکه خریداری میشن یه سری علائم رو نشون میدن، حتی ممکنه تلفات بدن یا اینکه یک کار پر ریسک دیگه ای که وجود داره اون شخصی که داره این کسب و کار رو ایجاد میکنه یا اون روستایی که میاد این جوجه رو خریداری میکنه اینا رو در کنار مرغ‌های بالغ قرار میده و باعث میشه که یک سری آلودگی‌هایی بین این دو پرنده تو دو تا سن متفاوت اتفاق بیفته. این باعث این میشه که تلفات شیوع پیدا بکنه. خب وقتی تلفات توی روستا اتفاق میفته دیگه نمیان این در واقع مرغ رو چالش بکنن یا حالا بسوزوننش یا به صورت بهداشتی این رو معدوم بکنن، میان میندازن در داخل دره، یا حالا یه چاله‌ای همونجوری سرباز میمونه، حالا شغالی یا پرنده‌ای میاد اون